در نتیجه برخورد موتر حامل طالبان با ماین کنار جاده‌ای در پنجشیر 7 تن از نیروهای طالبان کشته شدند. امرالله صالح میگوید که جامعه جهانی به جای انتظار در تغییر سیاست طالبان بالای راولپیندی فشار وارد کند. دیدبان حقوق بشر خواستار بازگرداندن ممنوعیت سفر مقام‌های طالبان شد. تاجیکستان قرار است میزبان یک نشست امنیتی بین المللی در مورد افغانستان باشد و FBI میگوید که توطئه ترور رئیس جمهور پیشین امریکا را خنثی کرد. سلام و وقتتان بخیر. به این سرویس خبری آماج نیوز خوش آمدید. منابع مردمی در ولایت پنجشیر با آماج میگویند که در نتیجه برخورد موتر حامل طالبان با ماین کنار جاده‌ای 7 تن از نیروهای طالبان در این ولایت کشته شدند. به گفته منابع، یک اراده تانک هاموی طالبان در مربوطات ولسوالی بازارک ولایت پنجشیر صبح امروز هنگام عبور از جاده هدف ماین قرار گرفت و در نتیجه آن 7 تن از نیروهای طالبان کشته شدند. طالبان تا اکنون در این مورد به رسانه‌ها چیزی نگفتند. امرالله صالح، معاون نخست اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان، خطاب به جامعه جهانی گفته است که اگر از طالبان خواستار انجام این و آن شوید هیچ اتفاقی نمی‌افتد. آقای صالح در توییت نگاشته است: اگر تنها اقدام جهان ابراز نگرانی باشد و تنها قدرت آنها این است که از طالبان بخواهند سیاست خود را تغییر دهند و یا از طالبان خواستار انجام این و آن شوند، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. امرالله صالح افزوده است که جامعه جهانی به جای انتظار در تغییر سیاست طالبان بالای راولپیندی فشار وارد کند و با آنان تحریم وضع کنند. این گفته‌های معاون پیشین ریاست جمهوری در حال مطرح می‌شود که روز گذشته عضوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد از طالبان خواستند که باید به سرعت از سیاست‌ها و اقدام‌هایی که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زنان و دختران را محدود می‌کند عقب نشینی کنند. هیدر بار، نماینده بخش زنان دیدبان حقوق بشر، خواستار بازگرداندن ممنوعیت سفر مقام‌های طالبان شد. نامبرده در واکنش به نگرانی شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفته است زمان انجام اقدام‌های بسیار فعالتر و عملی‌تر از جمله بازگرداندن ممنوعیت سفر مقام‌های طالبان فرا رسیده است. خانمبار با نشر توییت از بیانیه شورای امنیت درباره افغانستان استقبال کرده و افزوده است: این بیانیه فوری شورای امنیت سازمان ملل خبر خوب است در زمانی که افغانستان در خطر فراموشی قرار دارد. این در حال است که عضوهای شورای امنیت سازمان ملل در یک بیانیه مشترک درباره نقض فزاینده حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زنان و دختران در افغانستان توسط طالبان نگرانی عمیقشان را ابراز کردند. آنان از طالبان خواستند که به سرعت از سیاست‌ها و اقدام‌هایی که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زنان و دختران را محدود می‌کند عقب نشینی کنند. رسانه‌های تاجیکستان گزارش دادند که دوشنبه یک نشست بین المللی امنیتی در مورد افغانستان را فردا میزبانی می‌کند. این نشست امنیتی قرار است با حضور روسیه، چین، هند، ایران و دیگر کشورها فردا پنجشنبه 5 جوزا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شود. آسیا پلاس گزارش داده است که اوضاع افغانستان، امنیت منطقه و کشورهای همسایه محور اصلی این نشست است. هرچند رسانه‌های تاجیکستان این خبر را تایید می‌کنند، اما وزارت خارجه تاجیکستان به گونه رسمی برگزاری این نشست را اعلام نکرده است. در پی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان بیشتر از پیش نگران امنیتشان شدند. مقام‌های امریکا میگویند دسیسه یکی از طرفداران داعش را برای ترور جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق امریکا کشف و خنثی کردند. بر اساس گزارش این مقام‌ها، این فرد که اصالتاً عراقی بوده قصد داشته عناصر را از طریق مرز مکزیک از عراق به امریکا منتقل کند تا این عملیات را اجرایی کنند. FBI میگوید این فرد که شهاب احمد شهاب معرفی شده در حال حاضر در بازداشت است و روز سه‌شنبه در یک دادگاه فدرال امریکا حاضر شده است. پلیس فدرال امریکا میگوید در این عملیات از جاسوسی الکترونیک و ماموران نفوذی خود کمک گرفته است. بر اساس مدارک دادگاه، آقای شهاب 52 سال دارد. از سال 2020 با پرونده پناهجویی در امریکا ساکن بوده است. FBI میگوید این مرد عراقی به یک منبع این سازمان که در نقش قاچاقی انسان فعالیت میکرده گفته است عضو گروه به نام الرعد است. او در گفتگو با این مامور نفوذی FBI گفته میخواهد جورج بوش را به دلیل تکه تکه کردن عراق و کشتن عده زیاد در این کشور به قتل برساند.
به گفته رسانه‌های امریکایی، آقای شهاب حالا به اتهام تلاش برای قاچاق افراد به امریکا و کمک به دسیسه قتل یک مقام سابق دولت امریکا با 20 سال زندان روبروست.